سوالی که برای اکثر افراد به وجود میاد اینه که بهتره سیستم عامل گوشی رو به روز رسانی بکنیم یا نه. در جواب به این سوال میشه گفت که بهترین کار به روز رسانی کردن دستگاهه. چون اگه این کار رو نکنین ممکنه گوشی شما دچار مشکلات نرم افزاری، ارورهایی در برنامه‌ها و یا حتی خاموش شدن خود به خود دستگاه بشه. برای گوشی‌های سامسونگ اول از همه وارد بخش تنظیمات میشین و بعد از اون روی بخش سافت‌ور آپدیت میزنین. حالا در این بخش خیلی راحت میتونین آخرین فایل به روز رسانی رو دانلود کنین. البته از اتصال اینترنتتون مطمئن باشین و بعد از اون با کلیک کردن روی بخش دانلود میتونین به روز رسانی دستگاه رو چک کنین و در صورت وجود داشتن اون نصب رو انجام بدین. برای گوشی‌های شیائومی هم روال به همین شکله. وارد بخش تنظیمات میشیم و این بار داخل بخش About Phone میشیم. روی MIUI ورژن میزنیم و حالا در قسمت پایین عبارت Check for Updates وجود داره که در صورت اتصال به نت میتونین این بخش رو هم به راحتی انجام بدین و دستگاه رو آپدیت کنین. البته یک راه دیگه ای هم هست و کلیک روی عبارت Download Latest Package آخرین بسته به روز رسانی رو برای گوشی خودتون مجددا دانلود کنین. یعنی به اصطلاح گوشیتون رو با فایل موجود آپدیت کنین. برای گوشی‌های هواوی هم وارد بخش تنظیمات میشیم و بخش سیستم ان آپدیتس رو میزنیم. حالا با کلیک کردن روی عبارت سافت‌ور آپدیت یا به روز رسانی دستگاه رو چک میکنیم. اگه اتصال اینترنت وجود داشته باشه به راحتی این بخش رو میشه چک کرد و در صورت نیاز دانلود کرد.